منتال یا شعبده بازی که می‌خواید انجام بدید؟ یه کار خیلی جالب براتون دارم با این کارت‌های PSY که کارت‌های خیلی جالبی هستن و میتونید چکشون کنید. PSY یعنی چی؟ یعنی پزایکو سایکیک و آرش هم که ریمیک میشه. بله همون PSY. اینها رو میتونید بدین تست کنن دوستان ببینن که کارت‌های واقعی باشه حتما. آره نرمال باشه کارتا. خواهش می‌کنم 500 تومن میشه. واقعیه؟ بچه ما هم مثل شما این ما نفروشی یا کیوان دنبال بازیه پول نگیری دنبال پولی میخوای ایدی بگیری اینجا. خب پس کارت عادی بودن بسیار عالی. مرسی. کارت من میخوام ببینم واقعیه یا واقعی هم خانم شما چشمات هیچ همه رو نگاه کن تک به تک هم یادگاری. واقعیه مطمئن شدم که مرسی واقعیه. خیلی ممنون. پس علامت خاصی هم که روی کارت ها وجود نداره. همه شبیه هم همه دیگه. شبیه هم دیگه هستن. بله بله بله. بسیار عالی. چک کنید کاملا. بله همه شبیه هم. مرسی خیلی. فقط شکلای اون ورشون فرق میکنه دیگه. بسیار عالی. خب این کارت ها رو میچینیم به این حالت. از دوستان بیننده من اینجا 5 نفر متقاضی میخوام که بیان این کارت ها رو انتخاب کنن. شما بیا محمد جواد از کرواسی اومده مهمون ماست عزیز جد. یعنی نفری یه دونه از اینا رو بردار. شما هر کدوم که میخواید دستتو بذار روش فقط میگرده. اوکی. اسمتون چیه؟ محمد جواد. بیست بردارید. خب کدوم انتخاب کنید؟ بذارید. محمد جواد جان شما اینو ورش دار. خب من اسم رو بعد بنویسم. من فکر کنم کم کم داره خطرناک میشه ها. حسین هستین. هر کدوم که میتونین بر هم بزنیدشون اینا. خب نشون ندن به شما؟ نه برش نگردن. بذارن توی جیبشون. بذار جیبت به کسی. اسمتون چی بود شما؟ آقا حسین. بسیار عالی. سجاد بیا اینجا. یکی انتخاب کن. نشون ندی به کسی. دستتون رو بذارین توی جیبتون. مرسی. اسمتون سجاد. بچه‌ها مطمئن بشین واقعیه ها کارتا. شما انتخاب کردن یه نفر دیگه. بفهمید. مرسی. یکی از این دو تا. اسمتون؟ و یک نفر دیگه. من بردارم. شما بردارید کاملا. اسمتون؟ محمد. خب بسیار این چند نفری که کارتا رو برداشتن میشه پشت سر من وایسن به این حالت روشون به طرف دوربین باشه. خیلی ممنون. خب برنامه رو یه صفحه ورق زدی ها. آره خب نه من حالا آره دیگه. خب اسمشون رو نوشتم اینجا. درست. خب کاملا پشت به من وایسید. اسماتون رو تک تکی من میگم بهتون. آقای محمد جواد کی بود؟ شما بودی. بسیار عالی. محمد جواد جان من روم به این طرفه. شما یه دونه کارت دستته درسته؟ اون کارت رو میشه درش بیاری به دوربین نشون بدی. آی ساکت دقت کنید من پشتم دیدم. بله. محمد اینو لطفاً هر کسی که داره صحبت میکنه نشون دادین؟ نشون داد. بسیار. کارت شما تنها کارتیه که روش شکل ستاره هست درسته یا نه؟ بسیار عالی. شما میتونید بریم بهش کارتتون بزنید. آقا از یه جا فهمیدید 4 نفر دیگه دیدی یه جا. آی ساکتوف شما دقتتون به من. یه اتفاقی داریم میفته. فیدبک تو آینه هم نباشه. بسیار عالی. نفر بعدی آقا حسین بود. آقا حسین میشه شما بودین؟ بله. بسیار عالی. در بیان کارتتون نشون بدین. دارین نشون میدین درسته؟ بله. آقا از جلوی تلویزیون با کارت شما دایره هستش درسته؟ نه دایره نبود. نه کاملا مطمئنم دایره نبود. مرسی. دایره است. آقا دایره بود. شبیه بیزیه ولی. خب تو این کار ریسک خیلی بالاست ولی من تمرینات زیادشون داشتم اصلا ریسک نه من از دور دیدم اشتباه دیدم. بسیار نفر بعدی آقا سجاد هستن. آقا سجاد کارتتون رو در بیارید زحمت. آخرین نفر میخوان غیب کنم من میدونم. کارت شما مربع هست درسته؟ بله. میتونید بشید. شما دقت کنید که چیز دیگه اینجا نباشه. خب آقا بهروز شما هستین؟ بله. کارتتون رو در آوردین یا نه؟ بله. بسیار عالی. سه خط مجرا دستتونه درسته؟ بسیار عالی مرسی. من اونیم که باید غیب بشم. غیب. خب آقا محمد شما نفر آخر هستین درسته؟ بله. خب تنها برگه‌ای که میتونه بمونه از این برگه ها یه برگه هست به صورت به علاوه درسته؟ ببینید آقای علازی. بله. اینو که آقا این بله دست شما درد نکنه. خیلی ممنون متشکرم. برگه‌ها میتونین کاملا چک کنید. بله من چک میکنم الان. من